کسی در بزم ایران من باشم و بس شاد و بی باک با عشقی پاک. ما امروز شاهد یک پرواز آزمایشی بر روی یکی از هواپیماهای جنگی کشورمان هستیم که این هواپیما سال گذشته در یک عملیات برون مرزی موشک بهش اصابت کرده بود و خلبان آن در عین حالی که بال هواپیما دچار نقص فوق‌العاده شدیدی شده بود اون رو تونست با تهوع زیاد در فرودگاه به زمین بنشونه. حالا بعد از عملیاتی که برادران تکنسین و کادرهای فنی نیروی هوایی ما بر روی این هواپیما انجام دادن، امروز کارهای پرواز آزمایشی مجدد این هواپیما آغاز شده. از خلبانی که این پرواز آزمایشی رو انجام دادن خواهش میکنم راجع به این موضوع توضیح بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که خودتون گفتیم این هواپیمای F4 در یک مأموریت برون مرزی مورد اصابت موشک‌های عراقی‌ها